بازم شما شاید فکر کنید که خب صحیح است، خب از رسم مجسمه ها شد. این حیوانات مختلف رنگ و رنگ که شما عبادتشون میکنن، این چی است؟ دوستان عزیز، ایران شما حق دارین. من همونطور که گفتم هندویزم یک دین طبیعت پرستی است. کلا طبیعت به درجه خدا میبینن، اوج اقیانوس و قدرت باد و سرسبزی طبیعت، درختها، گلا که بعداً دقاتش زنده نجانای بیزبان حیوان ها هم میهن، این کلشان در هندویزم به حساب قدرت خداوند و یک معجزه و یک شکل خداوند دیده میشه. و من نمیتونم بسیار در عمق این قضیه برم، چرا که بقدر زیاد معلوماتم ندارم درباره هر چیزه و وقتم نداریم که من کل چیز ساعت تشریح کنم. مثلا دوست عزیز، گاو در هندویزم که میگن بسیاری ها باور دارن که گاو خدایشون است، گاو از زیر پایش میفتن، گاو خدایشون. نه نیست. یک احترام است که مثلا برای حیوانات قائل هستن و در هندویزم هندوها ویگیتارش هستن. اصلا خوردن هیچ نوع گوشت و یک چیزی که تا او یک زنده جان وجود داشته باشه، یک چیز نفس کشیده باشه، حتی تخم مرغ، اصلش اجازهش نیست. که حالا با مرور زمان بسیاریشون تغییر دادن، فقط هم گوشت گاو نمیخورن و بقیه چیزا روا است. که در خود حالا هم بسیار تعداد بسیار زیاد مردم کلن ویجیتریان هستن که حتی تخم مرغ نمیخورن. یک توضیح کوچیک اگر از به خاطر گاو بتون، مثلا که حیوانی که در زمانهای قدیم دنیای چیز دیگر رو نداشتند. کل دنیا 80-90% کشاورز بودن، دهقان بودن. در هند هم بود دیگه. و مردمایی هم که در اونجا زندگی میکردن، گاوایشان برشان زمینایشان قلبه میکرد، وسایلشان ترانسپورت میکرد طرف. آخرش هم شیر گاو میکشیدن، فامیلشان شکمشان رو پر میکردن یا پنیر جور میکردن یا شیرش بر طفلایشان میدادن. بعد از یک رابطه میشه بین انسان و حیوان و اینا برای طفلایشان هم شاید میگفتن که شیر بخو از گاو ماتا یا مادر گاو مادر. این منظور از این نیست که گاو مادرت است، اتو نیست. این مثل عزیز که یک نفر یک اسب خوب داره، میگه یه اسب فقط مثل بیادرم است، مثل عضو فامیلم است. این هم یک رابطه داشتن که یک حیوانی که زمیناشون قلبه میکنن، کارشان آسان میکنن، حتی شیرشان هم میخورن و آخر هم گردنش ببرن گوششان بخورن. این شاید اینا روا ندونستن. البته من فکر خودم است. یکی از فکرهای اساسی دیگه دین هندویزم کارما و زندگی یا بیدرگبوت یا تولد دوباره بعد از مرگ است. که کارما که همون اعمال انسان شد که هر چیزی که انسان میکنه طبق همون اعمالت، شما مثلا به بهشت میری یا به دوزخ، یا همون اعمالی که انسان کرده اعمالت پیش روی دوباره برمیگرده. و زندگی دوباره بعد از مرگ که روح انسان هیچ وقت نمیره. بدن انسان یک قالب است و روح بعد از مرگ در یک جسم دیگه، یک بدن دیگه، یک به حساب یک طفل دوباره با دنیا میاد. و یک سلسله هستش که همیشه سالهای سال ادامه پیدا میکنن تا ای که خداوند ببینه که طرف گناهش قدر کم شده یا از بین رفته که دیگه در جهان یا دنیای انسانهایی را دیگه روان نمیکنن و پیش خداوند مثل یک فرشته یا بر همیشه در بهشت میمونه. یعنی که هندوها هم در بهشت و دوزخ و چیزا باور دارن. کتاب اصلی ای دینم شریمات بھگوت گیتا یا همون آیات مقدس گیتا ترجمهش میشه که بسیاری فکر میکنن که اینا کتاب ندارن، هیچ چیز ندارن. نه، کل چیز رو دارن، کتاب دارن، از خودشون تاریخ دارن و فقط محدود نمیشه که بشه یک اصلاح یک بوت برن سوال شمانو
بگوین خدا خدا، نه از خودشون کتاب دارن، از خودشون کلمات مختلف دارن، از خودشون عبادت دارن و شریمت بھگواد گیتا کتاب اصلیش. این شد یک کم معلومات درباره دین هندویسم. من امیدوار هستم که تونسته باشم یک کم روشنایی درباره دین براتون بندازم و یک کم معرفی کرده تونسته باشم. البته من گفتم معلم دین نیستم و بسیاری چیزها ولی مونده. من نمیتونم در یک ویدیوی پرترک کل چیزها رو تشریح کنم و اگر شما نظر شخصی خود من را به حساب یک بسیار طبیعی هیچ طرف آمدن فکر نکنن، نظر شخصی خود من را پرسان کنین. خب من خودم فکر میکنم دوستای عزیز که هر دینه که باشه، او دینه که هزارها سال قدیمی باشه یا یک دین بسیار نو باشه، هیچ دین از یک دین دیگه کرده برتری یا کمتری نداره و این کل دینا به حساب من مفکوره خود ما انسان هاست که ما انسان ها در جای مختلف دنیا و اساس خواهش ها و آرزوهای امو منطقه و امو جای امو وقت که داشتیم خود ما یک مفکوره جور کردیم و طبق همون زمان با وجود ما از هر دینه که هستیم فکر میکنیم که از همون دینه که هستیم ولی نمی بهترین دین است، در حالی که اتو نیست. کل دینا فقط یک مفکوره انسانی هستش که هیچ خوبی یا بدی از همدیگه نداره، برتری و کمتری نداره. یک نفره که بسیار یک آدم دینی است میره مثلا نمازش میخونه، عبادتش میکنه، او دیگه میره و هر رقمی که میکنن، یا یک نفری که هیچ به هیچ چیز باور نداره، اتوماتیک اون نفر آدم بد نمیشه. اونم تو یک انسان هستش که اون نفره که خدا باور داره یا نداره. یک انتخاب بسیار شخصی هستش و با داشتن دین یا نداشتن دین اتوماتیک آدم خوب و بد نمیشه. نظر من است دوستای عزیز. شما شاید بعضایتون بگن که نه، ما از اول اصلا تا پشدا آمدیم که کدام ما جنتی هستیم کدام ما دوزخی هستیم. بهتون نیست، شاید صحیح ما همین نظر کلگی به هم دیگه احترام باید داشته باشیم. هر کس هر فکری که داره به او باید احترام داشته باشیم. به فکر خود من دوستای عزیز بعد از مرگ اگرم خداوند وجود داره که ما شما از هر دینه که باشیم بریم پیش خدا احساس شیم، تو کاکا احساس شیم که والا خداوند اینا ما کل کارهای ما کردیم، ما همین کل انانات و باریکی های دین ما مراد کردیم، این حال بر جنت بده، بهشت بده. شاید خداوند خودشم یعنی من مسلمان هستم، من هندو هستم، او من مسیحی هستم، من یهودی هستم، من چی هستم. خداوند شاید سعی کنه خنده کنه که بابا هندو چیست، مسلمان چیست، مسیحی چیست، ای چیز او چیز. من شما رو به حساب یک انسان روان کرده بودم. چی نامای ماندن سرتان؟ بهشت؟ چیز بهشت چیست؟ این بهشت مهشت همون جا بود که برای خودتان دوزخ جورش کرده بودن و امید بهشت اینجا. باز او وقت ما شما شاید مفهوم اصلی این مطلعه که ما اونا اکثرا میگیم از این دنیا نماندیم، از اون دنیا نماندیم، شاید مفهوم اصلی مطلعه بفهمیم که او بیادر از اون دنیا نماندیم، از این دنیا هم نماندیم. البته دوستان از این نظر شخصی خودم است. کسی که گفتم که نه باور میکنه که درست است، نه تو نیست، اتو است، صحیح او را من نمیگم که گپ ما درست است. یک معلومات بود که به نظر من هرچی ما انسان ها درباره همدیگر یک کم معلومات عمیق‌تر داشته باشیم، این تفاوت‌های فکری، بی اتفاقی ها و یگان چیزهایی که با همدیگر آدم انسان فکر میکنه، بد فکر میکنه یا یک کم شناسایی بیشتر داشته باشه، یک کم نزدیکتر اقوام انسان ها با هم دیگه. روز خوش.